به ویدیو دیگه از پولدار شو. پامپو که حتما میبینید یه بازی جذاب هم داره مرتبط به والکس و توی این ویدیو میخوام بهتون به صورت کامل آموزشش رو بدم و بهتون بگم که پولتون رو چطور برداشت کنید و چطور رایگان ازش کسب درآمد کنید. پولدار شو رو سابسکرایب نداری خوشحالم میکنی همین الان سابسکرایب کنی، لایک و پای ویدیو بکوبونی و این ویدیو رو برای همه دوستات به اشتراک بگذاری برای حمایت از من. بریم سراغ این بازی جذاب که لینکش داخل کامنت اول ویدیو واسهتون پین شده. فقط قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم بهتون بگم که در نهایت برای برداشت نیاز به صرافی والکس داریم، پس داخل والکس ثبت نامتون رو انجام بدید تا بعد که داخل بازی تتر رایگان به دست آوردیم بتونیم باز برداشتش رو راحت انجام بدیم. پس لینک والکس و بازی رو واسهتون داخل کامنت اول ویدیو پین میکنم. خب بریم سراغ بازی. شروع بازی رو کافیه که روش تاچ بزنیم. همینطور که میبینید نام بازی پامپ هست و کاری که بس انجام بدیم اینه که بازی فردی رو انتخاب میکنیم طبق الگو. 2 تا بلیت داریم که میتونیم یعنی 2 بار این بازی رو انجام بدیم، اما باز جلوتر بهتون توضیحات کاملتری در موردش میدم. به صورت کلی اینجا ما اتریوم رو داریم و بس پیش بینی کنیم توی چند ثانیه آینده اتریوم قیمتش میره بالا یا پایین و هر یک باری که ما درست حدس بزنیم میتونیم مقدار مشخصی تتر دریافت کنیم که من حیث المجموع 36 مرحله این بازی داره، هر مرحله پاداش مشخصی. خب میبینید 30 ثانیه فرصت دارم که تصمیم بگیرم با توجه به نمودار تتر میاد پایین یا میره بالا توی 15 ثانیه. خب الان باید تصمیم خودم رو بگیرم بین پایین یا بالا. خب یه بخش شانسیه، یه بخشش هم که تخصصیه. برای بچه‌هایی که تریدرن قطعاً خب فرصت بی‌نظیره این بازی، اما واسه بچه‌هایی هم که تریدر نیستن به نمودار دقت کنن یه چیزایی دستگیرشون میشه. خب من الان پیش بینی کردم که قیمت میره پایین، خب درسته و میبینید مقداری تتر رو دریافت کردم. همینطور اگر درست حدس بزنید پله پله برید جلو، الان پله اول میزان تتر که مشخص بود همینطور میره بالا میره بالا میره بالا و اگر شما بتونید هر 36 مرحله رو درست حدس بزنید تا 100,000 تتر هم ممکنه که برنده بشید و بسیار بسیار خفنه و ارزشمند. یعنی شما 10 مرحله رو حدس بزنید میتونید پاداش بسیار خوبی بگیرید. خب الان برای پیش بینی بعدی هم من پیش بینی میکنم که قیمت میره بالا و بعد از اون ثانیه شماره معکوس همونطور که میبینید 0 که میشه وضعیت مشخص میشه و فکر میکنم درست هستم. آره قیمت رفت بالا و الان من رسیدم به مرحله 2. همینطور هرچی جلوتر برید پاداش بیشتر میشه تا در نهایت به 100,000 دلار هم خیلی ممکنه برسم و خیلی هم بازی عجیب غریب نیست، کاملا رایگان و نیاز به سرمایه‌گذاری هم نداره. هر لحظه که خواستید از بازی کنار بکشید اتمام رو میزنید و میتونید کنار بکشید یا اینکه ادامه بدید، ولی اگر که کنار بکشید اون پوله واسهتون سیو میشه، اگر که بخواید ادامه بدید ممکنه همش از دست بدید. و همینطور که میبینید باز میتونید با بلیت ها بازی بیشتری کنید. اما اگر بلیت کم آوردید میتونید دوستاتون رو دعوت بکنید، یکی از گزینه‌هاست که میتونید بابت دعوت از دوستان بلیت بگیرید و همچنین یه سری ماموریت ها هم وجود داره که این ماموریت ها به بخش های مختلفی تقسیم میشن، از خود صرافی والکس گرفته تا سایر شرکت هایی که دارن همکاری میکنن با والکس و شما میتونید بابت انجام یه سری کارها بلیت بگیرید و باهاش بازی کنید و در نهایت موجودیتون میاد تو بخش داراییتون و اون دارایی رو میتونید خیلی راحت برداشت بزنید. بهتون گفتم بعد تو والکس ثبت نام کنید، واسه اینه که برای برداشت باید گزینه اتصال به والکس رو روش تاچ بزنید تا حساب کاربری داخل بازیتون متصل بشه به والکس و در نهایت تترا بره تو والکس و از والکس خیلی راحت نقدشون کنید. دقت داشته باشید که این ربات رو که بزنید بهتون میگه با چه شماره‌ای الان داخل بازی هستید. اون شماره‌ای هم که داخل والکس باشه در این کد باید شماره همراه خودتون رو وارد کنید. دقت داشته باشید که شماره‌ای که وارد می‌کنید باید به نام خودتون باشه. حالا روی کد دعوت کلیک کنید. در صورت وارد کردن کد دعوت شما در قرعه کشی 1 بیت کوین صرافی والکس شرکت می‌کنید و همچنین از تخفیف کارمزد و بسیاری از مزایای دیگه این صرافی بهره مند میشید.
اگه این کد رو دارید وارد کنید، وگرنه کد YLEEE6MR رو وارد کنید و روی ثبت و ادامه کلیک کنید. حالا کد تاییدی که برای شماره شما ارسال شده رو وارد کنید و به طور خودکار وارد مرحله بعد میشید. حالا یک رمز برای اکانت خودتون بسازید. دقت داشته باشید که این رمز باید حداقل 8 کاراکتر داشته باشه و شامل حروف کوچیک و بزرگ و اعداد و علامت ها باشه. بعد از وارد کردن کد روی ثبت و ادامه کلیک کنید. تبریک میگم، شما با موفقیت در صرافی والکس ثبت نام کردید و حالا برای استفاده از خدمات این صرافی باید احراز هویت پایه را انجام بدید. در کادر بالا کد ملی خودتون رو وارد کنید و در کادر بعدی تاریخ تولد خودتون رو وارد کنید و در آخر روی ثبت و ادامه کلیک کنید. در این صفحه هم شماره کارت خودتون رو وارد کنید. دقت کنید باید شماره کارتی رو وارد کنید که به نام خودتون باشه و روی ثبت نهایی کلیک کنید. تبریک میگم، شما با موفقیت احراز هویت پایه رو در صرافی والکس انجام دادید و میتونید از خدمات این صرافی استفاده کنید و از همین حالا معاملات خودتون رو شروع کنید. اگر در حوزه رمز ارزها فعالیت میکنید میتونید به سایت ما با آدرس digisarraf.ir سر بزنید. در این سایت لیست بهترین استخرها و صرافی‌ها برای کاربران ایرانی قرار گرفته. همچنین هر هفته در